وقتی زنان هنرمند ایرانی مشغول طراحی و خطاطی بودند، دختران و زنان هندی دور آنها حلقه زدند و با تلفن‌های همراهشان فیلم می‌گرفتند. آنها در هر بخش از جامعه نقش دارند و این برای ما الهام بخش است. ما به طور فرهنگی با آنها در ارتباط خواهیم بود. من با دیدن این نمایشگاه فهمیدم زنان ایرانی در همه بخش‌ها نقش بسزایی ایفا کردند. واکنش‌های خیلی خوبی ما ازشون دریافت کردیم. بازخورد خیلی خوبی داشتن با ما. خیلی هم آدمای مهمون نوازی هستند. در هنگام سخنرانی مدیر کل بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری کشورمان، حاضران با دستاوردها و موفقیت‌های زنان و دختران ایران زمین در 44 سال اخیر آشنا شدند. زنان ایرانی در بخش‌های آموزشی و پزشکی بسیار پیشرفت کردند و در مقایسه با دیگر کشورها موفقیت‌های زیادی به دست آوردند. برنامه آنها بسیار موفق بوده. جالب است که بیش از 90% زنان ایرانی از آموزش‌های لازم و سواد بهره‌مند و بانوان ساکن روستاها و شهرها بیمه هستند. این دو قسمت بخش‌هایی از جشنواره فرهنگی هنری زنان ایرانی در دهلی نو بود. نیمی از ظرفیت اجتماعی هم ایران هند زنان هستند و امروزه هم در هند و هم در ایران یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند تسهیل کننده تعاملات در حوزه‌های مختلف حتی اقتصادی به نظر من باشه موضوع زنانه. در روزهای گذشته هیئت علمی و فرهنگی بانوان کشورمان در مجامع علمی و فرهنگی مختلف هند حاضر شدند و با دانشگاهیان و علاقه‌مندان به هنرهای مشترک دو کشور گفتگو کردند. دانشگاه علیگرد بودیم و با دانشجوها و اساتید دانشگاه و رئیس دانشگاه دیدار داشتیم. به شدت دوستان هم علاقه نشون دادن و همین که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. اساتید و هنرمندان زن ایرانی قرار است امروز به حیدرآباد، یکی دیگر از شهرهای بسیار مهم هند، سفر کنند. قرار است این جشنواره علاوه بر پایتخت هند در چندین شهر دیگر این کشور نیز برگزار شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.